امیدوارم که حالتون خوب باشه و ویدیو قبلی رو دیده باشی که الان جایی. امروز وقت تتومو دارم و الان ساعت 10:10 است. من باید ساعت 11 اونجا باشم. دوستم خواب مونده. منم طرحم پرینت نکردم. الان من برم سر کوچه پرینت کنم و با سرعت برم. هنوز صبحونم نخوردم و خدا بخیر کنه دیگه. در ضیق وقت هستیم بسیار زیاد، بر همین برو که بریم ادامه ویدیو رو ببین. مهمون همیشگیمون میلو جون، بای بای کن، بای بای کن، بای بای کرد. داریم پایین که پرینت کنیم و سال خلافکاری باشه. سال جون یه دنباله من. اینجا هم داشتم میرفتم سر کوچه که طرحم پرینت بگیرم که هم موقع ساحل رو دیدم. سولد. چه خبره؟ داریم کجا میریم؟ مسجد. عالیه. برای اینکه صبحونه نخوردیم اغذیه تهیه کردیم که نمیریم و طرحمون بلورش آره چیز میکنم. واو از اینا میذارم یا اول فاز کد مرس باشه. چیکار خلاصه که منم احتمالاً کوچیک‌ترین رو بزنم رو آچار خیلی بزرگ شد. خب ما زود رسیدیم، ساعت 11 رسیدیم اینجا، فکر کنم 11:30 برسیم. حالا دیگه با ساحل خانم نشستیم، آقا ساحل، آقا رضا نشستیم غیبت میکنیم دیگه. یه دونه آدم واقعا یه دونه آدم انقدی هست اسمش کوتوله واویلا دیگه، لورد فارکو. لورد فارکو بود چی بود اسمش؟ چی بود؟ عکسشو میذارم اینجا. کاش بتونم ادیت کنم اینو در بیارم. ایشالله که اینو ادیتشو خیلی قشنگ در بیارم. خب چی میگه؟ پی داده به دوستمون بعد از چند وقت. چند وقت؟ خیلی وقته، تابستون به بعد دیگه نمیدیش که. چی پی داده که چی؟ از اولش ساحل بانو چطوره؟ ای بانو ساحل یا ساحل بانو چطوره؟ گفتم خوبه مرسی. گفت آره یادت افتادم. گفتم به این بانوی جذاب پی ام بدم. گفتم که چه موضوعی بودش که یاد من افتادی؟ گفت ژنتیک. گفتم کاملا بحث روزانه و روتین که راجع بهش هر روز مثلا یه روز ممکنه تو خیابون رو آقا ژنتیک ژنتیک چه منظورش چی داری؟ ژنتیک چی داری؟ آره چون مثلا ژنتیک چیز مثلا بعد دیگه بود نمیخوام با اونم میبینم. سلام علیکم خدمت خانواده. چه چیزی مثلا مزخرفیه؟ آشغالی. آره آشغال. بعد گفتم که آها چقدر ببین یعنی پسر عزیز یه روز اینجوری کرد که وای بس رو بخونم. حالا من این وسط نکته بگم. پسر عزیز وقتی میخواین که با یه دختر سر بحث و باز کنید حداقل یه چیزی باشه قبلا راجبش یه بحثی کرده باشین، صحبتی که ژنتیک مرد مومن چند بار در روز تو راجب ژنتیک حرف میشنوی از این ور اون. فکر کن آخرین چت ما بی ربطه آگوست بوده. آگوست سپتامبر اکتبر جنوری 6 ماه بعد تابستون بود. سلام بانو سایه. سلام مستر بو. آره گفت چطوری؟ میدونم سلامت شما رو زیاد میکنم. داشتم میگفتم یک چیز جالبیه، هر چیز فلانیه انتقال میده. هی ژنتیک یادت افتادم. وای چه طبیعی هستی پسر. گفتم این بانوی جذاب کجاست؟ یعنی تو همین جایه. تو بچه حالی چه میکنی؟ گفتش که خوبم، سر کار باشگاه و آماده تعهد. اصلا بی ربط‌ترین چیز سر کار باشگاه آماده تعهد. من گفتم که چجوری آماده شدی؟ گفت فکری. گفتم نایس. گفت آره خدایی خیلی درگیری داشتم با خودم. خود درگیری میگم هم که حل شده واقعا نایس. گفت یس تو چه میکنی؟ گفتم هیچی درگیر امتحانم. گفت بعد که گفتم آره اصلا درسم زیاد کلا فلان. اصلا نه حرف نزن. آره دهنتو خودت نمونه. گفتم دهنتو ببند. به طور خیلی قرمز. یعنی شات فکر. گفت من گفتش که فکر کنم از اون مودایی که حاصله هیچ چیزی نداره. گفتم دقیقاً. حتی گفتم دقیقاً. گفت خب چی حالت خوب میکنه؟ گفتم هیچی. نه اصلا واقعا به این کاش نگیر. گفتش که یکم بخواب میخواد. اصلا کلم خیلی بده حال آره. گفت چرا نمیاد؟ گفت میخواد قور بزنی آروم شی.
با ایموجیاش داره روانی میکنه. لبخنده که اشک خجالت حالم بعد این چه ایموجی هست؟ گفتم نه بابا قرم ندارم. گفت ریختی به هم معلومه. گفتم آره. ریختنت به هم تو هم مثل من ریختن. چی بود آهنگ؟ گفت بیرون نمیخوای بری حال و هوا بیام دون بالا. نه بابا بیشتر وقتم گرفت. آفرین لنگ. هوا خوبه ها. هوا تو نفرم. من یه نفرم بیا بشم. گفتم گوره باش. یعنی هر راهی که پسر اومده بیا جلو ساحل بلاک کرده. گفت جون بابا گنگستر بد اخلاق. واه من واقعا خود درگیری که گفتم نیازمند بغلی. تو کجا میدونی آخه؟ من نداشتم نیاز به فوش دارم. فوش بده عزیزی. بده زندگی فلان کنم. بعد مثلا من فوش بدم گفتم بعد از 1 ساعت 2 ساعت نشم دیگه دیگه اوکی. باشه خود فردا امتحان دارم. گفتم هر روز امتحان دارم مثلا. گفت یا پنج. شب. امروز سعی دوره. برو قرآن نه واقعا. آماده رابطه‌ام. 6 ماه تعهدم. 6 ماه پیش چی شد؟ آماده تعهد نبودی؟ آماده رابطه‌ام. یعنی ببین منو بگیره. ساحل بچه‌ها سورپرایز جدیده چیت نرمه. من میستم شب خرس میشم. خیلی دوست دارم برنامه بخیر خاله. 1 ماه تو تا بیاد. از کجا خریدی اینو؟ 24 دی که بابام اومد سفارش دادم. دیروز که بابام رفت پنجشنبه که بابام رفت اومد. خب یه ماه نشد که. چرا دیگه 24 سفارش دادم. 24 دی نه 24 آذر. 24 آذر سفارش دادم. 23 خیلی آنلاین شاپینگ ممنونم. عزیز لطف کنین. تبلیغ آنلاین شاپمون رو نکنیم مثلا. این لباس از برنده. بچه‌ها بر ژیسا بیاین فالو کنین. میذارم اینجا آیدی. کجا بذارم؟ اینجا ژیس. از ویدیو کومان دیدی نقطه رفته با کومان؟ آره نیکی خیلی باحاله. خیلی دوستش دارم نیکی مینا. من یه ترنچ کت میخوام بخرم هیچ جا نیست. همه جا تموم شده. من نمیفهمم. پشم خود میچسته باشی. وای عالیه. من اینو بخرم موهای میلو مشکی و زرد میشه. یعنی لبم چجوری شده. اون دختره رو بیا مسخره کنیم. تو رو خدا اینجوری ژل نزنین. اصلا آدم نمیفهمه چی میگین. اصلا یه نمیگم کجا دیدمش دختره رو ولی حرف میزنه اصلا آدم نمیفهم چی میگه. بس صداش ببین زیغا. لطفا این مدل نباشین. پیک میگیره. اصلا هر جا میبینم توی جمعی دارم دهنشو وا میکنه در میرم. آفرین من نمیتونم. ساعت چنده؟ ساعتشون بید ساعت 11. این که آینه ای میفته. این بحث غیبت بود. خیلی هم شیرینه. تتو آرتیست محترم سین کن. سین نمی‌کنی نه تو روشن کن. خوابه ها فکر کنم. عشقم 11:30 اوکی. السلام. ما که اوکی. السلام. یه دست تخت بازی کنی. یه پلن دیگه هم که بعد امتحانا داریم. پنجشنبه هفته امتحانامون تموم میشه. یه دونه برو بلیطا رو چک کن. الان برو بلیطا رو چک کن. تخت بازی. وای خدا یه جوری تخت بازی کردنشو جدی این معتاد. خدا در لعنت کنه سوایگانه رو. نه الان قفل گذاشت. ببین میخوایم بریم چیز. میخوام بریم امتحانا که 28م تموم شه. بریم شیراز که نه بریم. ما وقتی شیراز بودیم یک سره میگفتم ما که رفتیم یزد فلان شد. حالا که داریم میریم یزد میگم ما که میخوام بریم شیراز. چه من چرا تو پلم من چرا تو پلم من چرا محمد چقدر لب ای گفتیم کی داره میخونه. محمد همه محمد ها کامنت بذارید خوش بنویسیم پای اگه محمدی اوکیه. پا ریحانه اینا اوکیه بپار میده فکر کنم. آره نه حالمون ازش به هم میخوره. عشقانی عشقگری.
وقتی 10 تا دوست صمیمی داشته باشی همین دلغکی تحویل میگیری عدد هم در میاره تازه. خب بریم اونجا عشق و صفا و صمیمی. سوال استرس نداری اصلا واسه تتو؟ نه واسه پیرسینگ بیشتر استرس داشتم تو تتو. من چه برعکسم. بی‌حسی مگه نمیزنه؟ نه معلومه که بی‌حسی نمیزنه. پس تتو دیگه بی‌حسی بزنه که با خفش گو نخور همیشه بی‌حسی میزنن. کی واسه تتو بی‌حسی میزنه؟ خستم صبحت بخیر عزیز. چش مگه میشه؟ موین داره میاد ایران می‌رسی؟ اسکل دیدی گفتم بشی. گفتم 28 سال آخر زندان. ولی 2 نفر دیگه با خود میتونی بیاری. با پیام هم شماعی بریم زاده و به قمیشی. با هم بریم یه زندانمون نشده داشت. نوشته بیا من سالونم. الان جواب میدی؟ واقعا من که 20 دقیقه از پایین نشستیم. آریو سیروس علی تو سیروس علی هست. نرسیدی؟ خب معلومه که رسیدم. تو سیروس علی هستی؟ ما رسیدیم بیبی هانی. اگر منتظرم دلقک بچه تتو رسیده. اگر خوب بود تتو آرتیست و پیجشو تگ نمی‌کنیم. اگه بد بود تگ می‌کنیم. منطقه روژنا گونه. فعلا خدافظ. ما بریم به دوستامون زنگ بزنیم ببینیم بعد بلیط بخریم یا نخریم. بای. چه احساسی داری؟ بای کن کام قطع کن. اگه درخواست کمکی داری بکن. داری؟ صاحب بحثا بگم از کی گرفتی از روژن خیلی بده. وقتی نمیتونی توضیح بده چجوری گرفتی. راه انتخاب. آره اتفاقات بس. دختری شجاع همسر پسرش شد. منو میخندوندی یادتا؟ عشقم ویدیو قبلی رو قطع کردم عزیزم. چی میگی؟ میدونم چیزی غیر از این هم انتظاری ندارم. نمیدونم هست میخوام نخوره به لباس. چه نظر مملکت اینو میگیرم برای گزارش خوب من. یه صابون دو تا صابون یعنی آنتی باکتریال با یه دونه پماد آ شده 137. نظر چیه واقعا راجع به این قیمت؟ متاسفم همین برای این مملکت متاسفم. ما اینو میذاریم تو کیفمون دیگه. مال تو رو گوشم صندوق عقب. صندوق که نه روی صندلی عقب. سیسی جونم داره لطف میکنه منو بذاره خونه بره خودش کتاب خونه بعد که بره کتاب بخونه منم برم
دلقکی ما. من برم خونمون. هستی که رانندگی میکنی چه تتوی قشنگی. من که حالا اینجوری رانندگی کنم فاکسش چرا تاره؟ سری تو کاش با خودم نبرم خونه. در رو بعد اینجا از سیسی خوبم جدا میشم میرم خونه. میرم تنهایی درس میخونم یکم چون امتحان داریم دوشنبه. بعد دیگه لالا. آره بعد لالا احتمالا اسیم بابام ببینم نمیدانم. فعلا تا درودی دیگر بدرود. خداحافظی. بای بای کن. بای.